سلام بچه ها، امروز میخوام 2 تا از ماسکای خفنی که راز پوست خودمه رو به شما هم نشون بدم. اولیش ماسک بازیگر هندی پریانکا چوپاره. برای درست کردن این ماسک 2 قاشق آرد گندم، مقدار خیلی کمی زردچوبه، یه مقدار آب لیمو و یه قاشق ماست و مقدار خیلی کمی گلاب اضافه میکنیم. مقدار زردچوبه هم حواستون باشه خیلی مقدار کمی استفاده کنید که پوستتون زرد نشه. بعد از 10 دقیقه که روی پوستتون موند، اونو با آب ولرم رو به سرد بشورید. حتی همون لحظه میتونین تاثیرش رو ببینین که چقدر پوستتون روشن شده. ماسک روشن کننده بعدی مخصوص خودمه که یه قاشق ماست با 2 قاشق چای خوری نشاسته ذرت رو با هم مخلوط میکنیم. من گلابم اضافه میکنم، ولی گلاب توی 2 تا ماسکا دل بخواهیه. بعد از 10 الی 15 دقیقه متوجه میشید که ماسک روی صورتتون خشک شده. اون موقع شستشوه. هر دوتای این ماسکا باعث روشن شدن پوستتون میشه و منافذ پوستتون هم تا حدودی میبنده. یادتون نره بعد استفاده هم حتما صورتتون رو مرطوب کنید. اگه انجامش دادین حتما نتیجه رو توی کامنت ها بهم بگید. دوستتون دارم.